ویدیو امروز قرار خیلی کوتاه باشه. میخوام جواب این دایرکت رو بدم. برام خیلی دایرکت تاثیرگذاری بود حقیقتش. از این دایرکت کم نمیگیرم. دلیلش هم اینه که اون پرسونایی که از من دارین تو اینستا میبینید با واقعیت خیلی فرق داره، چون که من فقط دارم یک جنبه زندگیمو که توش نسبتا موفق بودم و نشون میدم و شما از جنبه‌های دیگه هیچ خبری ندارید و من خیلی دارم تلاش میکنم بیشتر در موردش جدیدم بنویسم. حالا امروز میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم. فلسفه زندگی من تا الان همیشه این بوده که یک هدفی میذارم و میرم تمام تلاشمو میکنم بهش برسم و اکثر اوقات در زندگی میتونم بگم واقعا تقریبا همیشه رسیدم به اون هدفی که تو ذهنم بوده و اون تیکه خورده. ولی بعد از رسیدن به اون هدف من آدم خوشحالتری نبودم، آدم شادتری نبودم، چون سریع هدف بعدی رو گذاشتم که برسم به یه چیز بهتر. یعنی یک سیری ناپذیری در من همیشه بوده که باعث میشه که من برسم به همه چی، یعنی همه چی که نه، همه چیزی که میخواستم، ولی باز هم خوشحال نیستم. و خب این ویژگی رو من تو بچهای پزشکی زیاد دیدم. کلا شما ممکنه یک کمالگرایی خودت درون خودت داشته باشی و هی میری توی سیستمی قرار میگیری که آدمای اطرافت هم مثل خودتن و هی اثر سینرژیک میذاره رو هم و هی تقویت میکنه این کمالگرایی پاتولوژیک تو و اینجوریه که تو به خودت میای و میبینی که هی داری میدوی برسی به یه چیز بهتر. وقتی میرسی میبینی که خب طبیعتاً یک چیز بهتری هنوز هست تو این دنیا، میدوی برسی به اون چیز بهتره و اینجوریه که همیشه احساس میکنی که داری در آینده زندگی میکنی و هیچ وقت در زمان حال نیستی و هیچ وقت لذت نمیبری از اون چیزی که داری. من الان میتونم بگم که اون چیزایی که دارم همون چیزایی که من 15 سال پیش میخواستم و آرزوشو داشتم و الان رسیدم به اون نقطه، ولی باز راضی نیستم و باز آدم شادی نیستم و باز آدم خوشبختی خودم رو آدم خوشبختی نمیدونم. این خیلی چیز دردناکیه حقیقتش و این 2 ساله که من تقریبا 2 سال میشه گفت اینسایت پیدا کردم نسبت به این مشکلم و هی دارم سعی میکنم بهترش کنم. از تو پستای اینستا مشخص است، تو حتی ویدیوهای اخیر یوتیوب هم شاید مشخص باشه که همش من بهش میگم یه پروسه رشدی رو شروع کردم که دارم سعی میکنم توش خودم یه خورده بزرگ شم، چون دارم میبینم که اینجوری فایده نداره. یعنی این زندگی که هی تو بدوی و برسی به یه چیزی و دیگه حتی اون یه مقدار دوپامینه که قبلا ترشح میشدم دیگه وقتی که داری میرسی بهش ترشح نمیشه، چون بعد سریع هدف بعدی رو بذاری که بدوی بیشتر. انگار که عادت کردی همه زندگیت بعد بدوی. حالا این تاثیر محیط بوده، تاثیر اطرافی‌ها بوده، خانواده بوده، همه اینا با هم دیگه. ولی میخوام بهت بگم که تو ممکنه از اون ور نگاه کنی بگی که خب این آدمه ممکنه تو شغلش از من موفق تر باشه، من هدفم این بوده من بهش نرسیدم، این رسیده، حتما این آدم شادیه. نه، واقعا اینجوری نیست. و خب این حرفی که من دارم میزنم آره یه خورده از رو شکم سیریه. یعنی من اگه یه سری دغدغه‌ها و بحران‌هایی تو زندگیم داشتم که مجبور بودم الان به اونا برسم، نمیتونستم اینجا بشینم راحت بگم که خب آره من شغلم خوبه، همه چی خوبه، ولی راضی نیستم. خب این خیلی، یعنی خودم اصلا بدم میاد که این حالت هست، ولی هست واقعا اینجوریه که من آدم خوشبخت کم دیدم، آدم پولدار خوشبخت کم دیدم، آدم تحصیل کرده خوشبخت کم دیدم. شاید حتی آدمایی که یه خورده ساده تر باشن و قانع تر باشن خوشبخت‌ترن و این شاید یکی از آرزوهای من در زندگی بود که کاش کمتر داشتم ولی قانع بودم. و این دارم سعی می‌کنم چیکار کنم، یه خورده اسم کنم سخته تو سن من دیگه 31 سالمه و 31 ساله که دارم اینجوری زندگی می‌کنم، ولی تصمیم گرفتم واقعا عوضش کنم این حالتو. فلسفه زندگیم در حال حاضر اینه که تلاش کنم بیشتر در زمان حال باشم تا بیشتر هدف بذارم برسم بهش، ولی جزئی از شخصیت هم، یعنی جزئی از پرسونالیتی من اینو نمیتونم عوضش کنم و احساس کنم همیشه این حالت احتمالاً باهم میمونه. نمیدونم واقعا نمیدونم جواب سوالاتو دادم یا نه، نمیدونم تونستم یک زاویه دیدی بهت بدم از شرایطم یا نه، ولی دوست دارم نظر شما رو بدونم. واقعا برام کامنت بذارید و برام بگید در مورد خودتون و در مورد فلسفتون تو زندگی